ایول ساعت 1 شب در سامانه kp.ru مقاله سرگئی پاناماریوف با نام تاجیکستان из советского разряда светлое будущее чоп шуд. من مقاله رو فوراً مطالعه کردم و دریافتم که آن هم از نگاه اخلاق ژورنالیستی و هم از نگاه کسبی تحقیر ملت و مردم تاجیک است. در آن مفهوم هایی که ما مدت زیاد فراموش کرده بودیم دوباره به میدان مطبوعات و میدان محاکمه مردم گذاشت. این روشن و جمع شده است. من فوراً با راهبریت kp.ru ارتباط گرفتم و اظهار نمودم که این مقاله هم از نگاه اخلاقی و هم از نگاه کسبی خوب نیست و در موردی در سامانه بودن و نابودن آن اندیشه کنم. چرا من فوراً به راهبریت комсомольская правда مراجعت کردم. با комсомольская правда ما 10 سال است که همکاری میکنیم. 10 سال است که ما شریک هستیم در چاپ این روزنامه و 10 سال است که این روزنامه در میان خوانندگان تاجیک شهرت و محبوبیت دارد. آنها اظهار کردند که طول 2 ساعت این موضوع را میبینند و نظر خود را بیان میکنند. ولی نه بعد از 2 ساعت و نه بعد از 2 روز نسبت این مقاله تجدید نظر صورت نگرفت. آنگاه من تصمیم گرفتم که فعالیت روزنامه در تاجیکستان قطع کرده شود. این امبیسیا نبود، این موقع شهروندی من بود. چون که روزنامه ای که با آنمان همکاری دارم و این روزنامه ملت من و مردم من را تحقیر میکند جای ارزی وجود کردن ندارد. تنها به خاطر تحقیر، سراسر تحقیر، تهمت، توهین به عنوان ملت، به عنوان مردم ما بودنش من به این اقدام دست دادم. زمانی که او از طیاره پایان می‌فراید در شهر خوجند، اولین سخنی که میگوید من به کشوری روشن و جمشید آمدم، نه اینکه تاجیکستان، و میگوید که از مردم اروپایی تنها من بودم، دیگر همه روشن و جمشید.